مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 14 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه بر اثر چپه شدن یک ماشین سبکروی تمغه اوپل در حدود نویه ووسه، سه مسافر این ماشین، دو زن و یک طفل جان باخته، یک زن دیگر مسافر اوپل جراحت برداشته است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی صبح 14 سپتامبر تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا علی نظروف اشورالی سال تولدش 1974 ساکن نویه ووسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در حدود نویه ووسه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده و به سمت مقابل حرکت رو برآمده ماشینش را چپ کرده است. در نتیجه صدمه مسافران این ماشین علی نظر و پریگل سال تولدش 1976، خوجا نظر و فیروزه سال تولدش 1975 و خورسال علی نظر و یوسمین سال تولدش 2022 ساکنان نویه مذکور جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر کلتای و تاش گلوی سال تولدش 1993 ساکن همین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راه تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.